اللهم يا محمد الحق ولا حول ولا حول ولا احسن الحال. اللهم اصلح لسانك الجميل صلى الله عليه وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. هذا الكلام وبرشدين الصواب والسلامتين تبارك الله وزيادة أزمعات كما قال متحرك صلاتنا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وأوراح جميع من أظلمت خطأ خلفاء الراشدين مفسرين محدثين جميع مجتهدين إجمالا قدرا ودارا ولدا تشتغل من جميع الناس أروى الهدى الله مبارك ويشتغل من وراء أذن ويطوي متفرقا وحشنا وشرارا وشرا قرنا وجرنا الجنات لتنحن وسيستر جنة وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الحسنى يسبح له ما في السماء
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعت حاضرین و سامعین، محترم نمازگزاران اهل اسلام و اهل ایمان، در معرکه ما در مسجد دشمن در شهری که تهران یکی از واعظان جمهوری ترکستان اکید الله حاج میرزا و استاد عزیزش اکید الله محمد الله و قاری محترم برادر قاری احمدی جان در معرکه ما شما حضور دارند. انشاءالله تعالی چند ساعتی که خداوند نصیب تقدیر ما کشیده باشه حضرت و صحبت بکنم. انشاءالله ما شما استفاده میبرید. در این موعظه حضرت ها را خدمتگر میکنم. شد نور از خدای استاد کاشانه خانه فانوس از سامعین ما شمع من پروانه. انشاءالله تعالی محمد برادران در گرد حضرت ها بلند فرمانه خیر بزنیم که حضرت ها از معرکه ما از شهر ما الحمدلله خرستن خشنون بروند و ما از صحبت های امر معروف نهی منکر حضرت ها با استفاده کنیم. سخن بر خارجان میزنیم نظرخوانی کنم، بعد حضرت ها باید بگیرن به نوبت صحبت بکنیم. و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. تو
رضایت را بجویم مقبولی نصرت بگویم رضایت را بجویم مقبولی نصرت بگویم وسط حسرت بگویم کجایی یا رسول الله وسط حسرت بگویم کجایی یا رسول الله جهانی پرز غم دیدی برای ما ستم دیدی جهانی پرز غم دیدی برای ما ستم دیدی که این محفل برای کجایی یا رسول الله که این محفل برای تو کجایی یا رسول الله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم. ای نام تو بهترین سرآغاز به نام تو کی کنم سخن باز ای نام تو مونسی روانم جز نام تو نیست بر زبانم محمدی عربی خواجه هر دو سراست کسی که خاکی درش نیست خاک بر سری بعد حمد خدا و درود و رحمت بی‌پایان بر روح پیامبری بشیر نذیر سرور کائنات مفخر موجودات تمیمه دور و زمان منجی عالم بشریت یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، برادران خیلی خیلی عزیز و گرامی، عاشقان خدا و عاشقان رسول الله که الحال در این ساعتهای مبارک که از اول تا اخیر انشاءالله که کرامان کاتبین فقط ثواب و ثواب ثبت میکنن، الحال این کامراهای شما و نوار میگیرین کامراهای خلق کردگی الله جلال که ما و شما را ثبت کرده ایستاده‌اند کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون و الله جلال همه ما و شما را توفیق و هدایت نصیب و روزی بگرداند که در این محفل در این مجلس ذکر در این محفل نور با و شما جمع آمده الحال به خاطر شنیدن سخن خدا و سخن رسول الله مصرع‌های بسیار قیمتی بزرگان از خودمان گذشتگانمان حضرت ایشان مستحیدی برادر عزیزمان ایشان ابوبکر شاید عمقشان باشد حضرت بزرگوار ایشان ناصح‌الدین در دیوان خود نشستی با دوستان خدا نشستی با اون نفرانی که اهل الله هستند عاشق خدا هستند عاشق رسول الله هستند حضرت در یک مخمس چنین بیان می‌کرد ای تن بیا برخیز رو در صحبتی نیکان بینی از مال و ملک و جان گذر در صحبتی نیکان بینی
همچون غلامان روز شب در خدمتی نیکان بمیر، با آه شب گریان نشین، چون خصلتی نیکان بمیر. ای خاک شو برپا شو در صحبتی نیکان بمیر. حضرت بزرگوار بسیار هم از تحت قلب این مثال را بیان کرده است. ای تن بیاور خیز را در صحبتی نیکان بمیر. اگر در جایی که حضرت میگه نیکها جمع باشند در اونجا، اگر مرگ تو فرا رسد میگه با اونجا برو. از مال و جان گذر در صحبتی نیکان بمیر. همچون غلامان روز و شب در خدمتی نیکان بمیر. با آه شب گریان نشین، چون خصلتی نیکان بمیر. و در مصرع اخیر حضرت جنبست کرده همش چی میگه؟ ای خاک شو برباد شو در صحبتی نیکان بمیر. البته در این صحبت‌هایی که قال الله قال رسول سخن از من و معشوق که می‌رود و مثل پروانه باید که با شما جمع شد و اون سخن باید گوش بیاندازید. حضرت لسان الغیب حافظ میگفت حدیث از مطریب و نگو، رازی دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید و حکمت این معما. وقتا که بنده خدا هر جا نشسته محفل داشته باشه سخن فقط از عشق خدا و از الله بگوید. سخن از مطرب و مطرب الله ذوالجلال است، آفریدگار است، مالک ما و شما است، خالق ما و شما است، رازق ما و شما است. همه در دستی و همه در قدرتی است. زمین هم مال اوست، آسمان هم مال اوست، ستاره و کهکشان، آفتاب و ماهتاب و سیاره ها، کمیته همه مال اوست. روز شب نکردگی اوست، شب روز نکردگی اوست. اکسیژنی که نفس نکشید خلق کرده اوست. با اختیار او به دنیا آمده و با اختیار او میروی. هیچ کس به اختیار خود نیامد و به اختیار خود نمیرود. همه در قبل قدرتی اوست. اولیاء الله عاشقای خدا میگویند اگر خدا داشته باشد دیگر هیچ نداشته باشد بسنده است. در حدیث قدسی الله ذوالجلال بیان میکند، پیامبر از نام خدا بیان میکند که خدا گفت یا عبدی این وجدتنی فقط وجدت کل شیء. پیامبر میگه خدا میگه که بنده من اگر تو من یافتی پس همه چیز یافتی. و این فقدتنی فقدت کل شیء. اگر تو من نیافتی پس هیچ چی نداری، نه در دنیا نه در آخرت. الله داره چی رحم کنه و هر جا یاد الله باشد، سخن الله باشد، سخن رسول الله باشد، برای مسلمان این ویتامین است. همچنان که در این انسان ارگانیسم یک ویتامین نمیرسد که حرکت میکند که یک دکتر را تزریق بکند، روح ما و شما بیمار میشود. بدنه تبابت بکنیم به دارو، به خوردن، به پوشیدن، به خواب کردن، اما روح هم باید تبابت بکنیم. روح هم بیمار میشود، روح هم کسل میشود، به روح هم ویتامین نمیرسد. ویتامین روح چی است؟ قال الله قال رسول است. و روح و قلب و اعصاب و چی آرام میگیرد؟ الله جواب این سوال میدهد الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدا میگه که آگاه باشد که آرامش قلب شما فقط و فقط به یاد من است. اگر یادی ما داشته باشید قلب ما آرام میگیرد، اعصاب ما آرام میگیرد، روح‌های ما و شما غذا می‌یابد، روح قوی میشود. روح که قوی شد انشاءالله روح بنده چی است؟ بنده نیکبخت است. اما اگر از قال الله قال رسول گرفت، دوست نداشت، محبت نکرد، پشت گردانید، کبر کرد، او بنده متکبر چی میگه؟ حضرت مولوی
جنون اولیای آتش نفس چنین شخص چی میگفت؟ ای بنده بیچاره میگفت اصلت از قطره منی لایقیت نیست منی از رهی بال شدی کبر منی ها چی کنی؟ ای بنده بیچاره میگم اصل تا نگاه کن یک قطره آب حرام است اصلت از قطره منی لایقیت نیست منی که غیر بال حرام بیاد چی نمیباید یک بنده بیچاره از دهن تولد نشده از جای حلال پاک از گوشی پاک از چشمی پاک از یکان جای پاک نبرآمده از رهی بال شده کبر و منی ها چی کنی و کدام حال تکبری میکنی از آب حرام شده از راه حرام آمده ناپاک و افلاس آمده و کدام حال کبر میکنی از رهی بال شده کبر و منی ها چی کنی از در نواب چه میگن تو همان جیفهی این حسن جمالی تو عزوز باش خاکی دری او میل و بالا چی کنی تو یک جیفه هستی میگن چی افلاس هستی بینماز هستی تو همان جیفهی این حسن جمالی تو عزوز خدا این حسن جمال دار باش خاکی دری او میل و بالا چی کنی خاکی دری او خطاب کنی یعنی خاکساری داشته باش میل و بالا نکن که گردنت میپره الله ذوالجلال متکبر دوست نمیدارد حتی پیامبر میگه کسی که در قلبش مقدار یک ذره از کبر وجود داشته باشد ایمان بر وجود او نیست داخل دوزخ میشه اصل گناه شیطان از کبر بود بزرگان خدا ابن حجر اسقلانی میگفت که کل ذنب عن الشهوة یرجى غفرانه هر سهو و خطا و گناهی که انسان از شهوت میکند چشم داشته میشود که خدا میبخشد میشود انسان در دوام عمرش گاه و شهوتش یک گناه میکند گناه کبیره هم میکند شاید عرق هم در دوام عمرش یکان بار خورده باشه یا شاید یکان مثلا بدراهی کرده باشه خدا ارحم الراحمین بخشنده است خدا میگه باز هر آنچه کردی باز گر کافر و گبر بود پرستی باز این درگه ما درگه نومیدی نیست 100 بار اگر توبه شکستی باز خدا میگه اما متکبرن و کل ذنب عن الکبر هر گناهی که میگه حضرت از کبر باشه فإنه لا یرجى غفرانها چشم داشته نمیشود بخشیدنی بود برای چی؟ ابن حجر اسقلانی میگه کدام گناه از شهوت باشد مردم توبه کنه و به خدا بیاد خدا میبخشد کدام گناهی که از کبر باشد میگه خدا او را نمیبخشد چشم داشته نمیشود بخشیده شد دلیل حجتش چی است؟ آیا میگه نگاه نمیکنیم به قصه آدم و قصه ابلیس آدم علیه السلام در جنت همون لغزشی که خدا از همون شجره ممنوعه منعش کرد که خور چکار کرد؟ باز توبه کرد خدا بخشیدش اما اصل گناه شیطان از کبر بود خدا گفت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر و کان من الکافرین خدا گفت که سجده کردی بنده خلق کرده برا همه سجده کردن شیطان سجده نکرد فقط یک سجده نکرد برای کبر شده در دو دنیا خدا ابدی نبخشیدش برای برادر عزیز باید که بنده که هستیم بندگی داشته باشیم بنده که از کسی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگه آکل کما یاکل العبد و اجلس کما یجلس العبد بنده هست مثل بنده میخورد پیامبر مینشست در نشستن و بالای پای چپ مینشست پای راست راست میکرد سراسیمه میخورد مثل غلام مثل بنده میگفت میخورد برای که بنده هستم کچپهلو و پای دراز متکبر روننه و میگفت میشینم همچنان که نمیشیند بنده ببین حوت حبیبی که خدا
کونین دنیا و آخرت به خاطر خلق چگونه خاکساری و داشتیم. اکثر بیگانه هایی که به زیارت رسول خدا می آمدن معرخ ها بیان میکنن پیامبر در بین صحابه ها بود، فرق نمیکرد رسول خدا را از دیگرها، میگفت از بین اینها کدام اینها پیامبر است. به اون اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم تواضع داشتن، شکست حالی داشتن، کبر نداشتن. کبر از شیطان است، از ابوجهل لعین است. تکبیر شدن بیسر نکردن. برادرای عزیز، الان یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شرح می‌دهیم. انشاءالله بعدا حاجی حضرت صحبت دوام می‌دهند. در باب اینه که محبت بین مسلمان و مسلمان بود، لکن نه ایمان داشتن نه به ایمان رفتن. ایران صحابه گفتن داشتن و تابعین کسی که پیامبر ندیدند صحابه ها را دیده است. ابو ادریس خولانی از جمله تابعین بود. دیگه سفر دمشق کردن، شام شریف نامه قدیمش میگه آمدن. در شام مسجد داخل شدن که همه مردم نشسته بودن مثل همین حلقه ما و شما واره. مردم همه با سر و لباس نیکو تازه، همه سنت پیامبر رعایت شده، بین یکدیگر پرسش و پاسخ سوال و جواب داشتن. در این بین ابو ادریس خولانی میگه نفر میگه از بالا نشسته بود، سین و سالش رفتگی بسیار موسفید پیر، ریشی سفید، اما دندانهاش هم سفید میگه برقد صنایا و دندانهاش از سفیدی جلو میدود، اگر چنده که خیلی پیر دارد. و مردم سوال و جواب وقتی که میکردن در کنام مسئله که در میموندن به همه طرف نگاه میکردن. بعدا او حضرت از پیامبر یک حدیثی روایت میکرد، مردم همه قناعت بخش میشدن. اون مرد دیگر دیدم چهره زیبای نورانش بسیار در قلب و محبتش جایی ابو موسی دیدن. بعد از آن یک نفر از برمودگی را سوال کردیم که برادر گفتن این نفر کی است که از بالا همه نشسته؟ این نفر شخص زیبای نورانه و از پیامبر حدیث بیان میکنن، همه خاموش میشن، قناعت بخش میشن. این کی هست؟ میگه اون نفر به ما یک نگاه کرده گفت غریب هستی؟ این وای حکر روی برحال این را نمیشناسی؟ گفتم به خدا قسم نمیدونم کی هست. گفت این را معاذ بن جبل میگوید. معاذ بن جبل که صحابه رسول الله بود، همراه پیامبر بود، در همه حالات رسول خدا همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. در غزوه‌ها هم بودند، در آرامی‌ها هم بودند، از صفای رسول خدا نماز می‌خواندند. این صحابه پیامبر از معاذ بن جبل را بگن. وقتی که میگن نام معاذ بن جبل که همه می‌دانست که فقیه صحابه رو شنیده بودن، میگه به اختیار محبت همه معاذ بن جبل در دل و دل جا می‌شد. خواست دیگه از جا خیزم بلند صدا بزنم که با والله قسم که معاذ بن جبل به خاطر خدا ما دوست می‌دارم، اما میگه از ما شرم کرده. همه مجلس تمام شد، دعا گرفتن، برآمده رفتن. شب میگه خوابم نبود و محبت رو دید. قصد کردم که سحر تاریک پیش از نماز بامداد در مسجد بیام ایستاد کنم و معاذ بن جبل برای بامدادخوانی که به مسجد بیاید در همون دهن در صحابه پیامبر از دستش بوسه کرد و گفت که ای صحابه رسول الله و والله قسم که من تو را دوست می‌دارم، در حق دعایی می‌کنم. تاریک میگه به مسجد آمدم، وقتی که در مسجد کشاده میکنیم کیها صحابه پیامبر در محراب مسجد نشسته در ذکر خدا مشغول است. بعدا نماز بامداد با جماعت ادا شد، همه خواندن. بعد از تمام شدن نماز هر کی چیزی برسید و دعا گرفت رفت، حضرت تنها موندن و من نزدیک شدم، با زانو در پیشش نشسته معاذ بن جبل
خیلی هم سالش رفتگی موسفید بود. از دستاش قپیدن بعد گفتن که معاذ بن جبل با الله قسم که من تو را دوست می‌دارم. معاذ بن جبل میگه از جوش خیس میگه برای در آغوش گرفت، بعد از آن در پشتم اندک زد تپ بعد گفت الحال میشیم رو بروی من و این گفته ای که از حبیب خدا صلی الله علیه وسلم حدیث بیان میکنیم که اون حدیث از الله بیان میکنه، یعنی حدیث قدسی. آن حدیثی که قدسی گفته میشود برادر عزیز، حدیث قدسی سخنی هست که او را خدا گفته است و پیامبر از نام خدا و حدیث بیان میکنه، این حدیث قدسی میگن. بعدا روبرو نشست و گفت که فلانی گفت شخص گفت اکنون گوش کن. روزی همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، میگن پیامبر در چهرش یک شادی یک خرسندی نمایان بود. میگن ما از چهره پیامبر حس میکردیم که اگر پیامبر در حالتی که سیمای رسول خدا همین بود که اگر سخت خفه میشدن یک رنگی سرخی در پیشانیش بود همون دیده میشد پیدا میشد، اما در حالتی که پیامبر اگر شاد و مسرور میبودن میگن که انه قمر مثل ماه شب 14 ماه میگن یا دست میکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم همون روی پیامبر جیلا میدون میگن که انه لیل مثل شب ماه شب 14 ماه. بعدا پیامبر میگه گفت که به صحابه ها که الله ذوالجلال بیان میکنند برای بنده هاش که وجبت محبتی للمتحابین فیه وللمتزاورین فیه وللمتبادلین فیه وللمتجالسین فیه. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ بن جبل میگه پیامبر گفت که پیامبر از نام خدا گفت خدای ذوالجلال بیان میکند که وجبت محبتی للمتحابین فیه، واجب شده است، ضرور شده است خدا بگه محبتی من بر اون نفرهایی که یکدیگرشون به خاطر خدا دوست می‌دارند. هر کسی که یکدیگر مسلمان به خاطر خدا دوست می‌دارد بداند که خدا اونها را دوست می‌دارد. انشاءالله که محبتی که بین ما و شماست به خاطر الله است، دیگر هیچ. ما مسافر شما غریب از دست شما کسی از ما، لیکن به خاطر الله وقتی که جمع میشیم، به خاطر خدا وقتی که جمع میشیم، خدا میگه من بر من ضرور است دوست داشتنی اون انسان‌هایی که یکدیگرشون به خاطر خدا دوست می‌دارند. وللمتزاورین فیه، خدا میگه وجبت محبتی، واجب است محبتی من بر اون نفرهایی که زیارتشان به خاطر ما باشه. خدا میگه زیارت به خاطر الله باشد، خدا با شما را دوست می‌دارد. و سیون وجبت محبتی للمتبادلین فیه، خدا میگفت است واجب است ضرور است محبتی من بر اون نفرهایی که صرف و خرجشان به خاطر الله باشد. و چهارم وجبت محبتی للمتجالسین فیه، خدا میگفت است ضرور شده است محبت و دوست داشتن اون نفرهایی که همنشینیشان به خاطر الله باشد. وقتی که همنشینی به خاطر خدا باشد، ما و شما بدانیم که این نعمت بزرگ است. همنشینی به خاطر خدا باشد، خدا ما و شما را دوست می‌دارد. الله ذوالجلال ما و شما را دوست می‌دارد. وقتی که همین 4 عمل در ما و شما باشد، دوست داشتن به خاطر خدا، زیارت به خاطر خدا، خرج به خاطر خدا و همنشینی به خاطر خدا، این 4 اگر در کسی که باشد، خدا میگه بر من ضرور است که محبت ما را داشته باشه. پس برادرای عزیز، نشست ما و شما که این محفلی هست که در این یاد خدا هست و یاد رسول الله هست و سخن از خدا و رسول است، پس ما و شما باید که در این باب البته که خشنود باشه که چنین سعادت خداوند بر ما و شما نصیب و روزی گردانده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیده که مسلمان کی هست؟ کی را مسلمان گفته میشه؟
پیامبر در جواب بیان کرده که المسلم من سلم المسلمون بلسانه و یده. مسلمان نفری هست که دیگرها از دستی و از زبان او آزار نیابند. مسلمان نفری را گفته می شود که نه به زبانش کسی را آزار میرساند و نه به دستش کسی را آزار میرساند. به زبان آزار رساندن چی است؟ سخن درشت، دشنام، حقارت، غیبت، تهمت، بهتان، نمیمه، اینا چی است؟ آزاری به زبان هستند. مسلمان این خصلت را باید نداشته باشد. و دیگر مسلمان کسی که به زبانش کسی را آزار ندهد، دیگران سالی مانند و از دستی و کسی آزار نیابد. انس بن مالک رضی الله عنه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت انس بن مالک در مدینه منوره 10 سال در خدمت پیامبر بودند. در مدت 10 سالی که در پیامبر خدمت میکردند، شبان روزان همراه پیامبر بودند. میگن در 10 سال یگان مراتب ندیدن که پیامبر کسی را دشنام بده یا سخن درشت بگوید. ندیدن. و در مدت 10 سال سخن درشت پیامبر ندیدن و هرگز ندیدن که پیامبر یکی از همسر یا یکی از خادمو یگان نفر بعد از صحبت آزار بده. همین را به چشم سر ندیدن. و انس بن مالک رضی الله عنه در پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمت می‌کرد. انس بن مالک از صحابه پیامبر 10 سال در پیامبر خدمت کردگی، از همه صحابه ها عمر دراز دیدگی همون است. و بعضی از قولها که حضرت امام اعظم رئیس مذهب ما و شما ابو حنیفه انس بن مالک دیدگی زیارت کردگی از بعضی روایت‌ها وجود دارد. و انس بن مالک دعای پیامبر به برکت گرفته بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنچنان خاکسار و با تواضع بودند که آب طهارتشان را خودشان می‌گرفتند. یک روز پیامبر در شتاب سواسیده بودند. انس بن مالک ظرف آورد گفت یا رسول الله آمده. پیامبر بسیار خوشنود شد. بعد از آن در حق انس دعا کرد که خداوند در دنیای تو در زن و در فرزندان برکت عطا کند و در آخرت. دعای پیامبر گفته که به خیر و برکت که انس بن مالک از همه صحابه عمر دراز از 100 گذشتگی بود. فرزنداش از چند همسرش همون رفته بود. بعض فرزنداش بعض قولا و 70 و 80 هم فرزنداش رسیدگی بود. هر سال یک مراتب موسفه 100 و چند ساله را در یک صندوق بچه هاش بار میکردن، در اطراف صندوق تخته های ملایم میکشتن. هر سال یک بار حج میبردنش. همچنین که در یک صندوق تابوته میبرن، او حضرت موسفه 120 و 130 ساله مایی که حج شدگی بود، افراش شدگی بود. در درون همون صندوق بچه هاش سوارش میکردن، حج میبردنش و طواف سوار میگردوندنش. بعد از مواسم حج در دیوار کعبه انا حنیف منبری بلند میزدن و خلق تا 50,000 100,000 جمع میشدن. میگفتن که این صحابه پیامبر است، این کسی هست که پیامبر دستش قبیل است، از قفاش نماز خونده است، همراه رسول خدا بود، از پیامبر سخن میگفتن مردم. و انس بن مالک از حدیث های پیامبر میگفت که یک روز در فلان جا بوده، پیامبر خدا چنین گفت، پیامبر خدا چنان گفت. اگه در روز زمان که بلند نبود 10 متر پایان یک قسم حدیث از دهنی بلند میگفت، با 10 متر پایان دهن بلند میگفتن که همون حدیث پیامبر به همه مردم برسد. یک سال دیگر میگم آوردنش حج، همون قدر پیر بود که چشماش کوسکی داشت، چشماش دلیل خلطه بود که دو تا بچهش از طرف راست چپش می‌ایستادن برای مردم رو ببینن که همین چشماش کوسکیش رو برو میکردن از طرف دو بچهش. بعد مردم میدید که هم زدن در پیشتگی. یک بار دیگر با سفر حج آمد، در مسجد الحرام رو آمدن و خانه کعبه نزدیک نشدن، گفت بایستید، بچه‌ها همه ایستادن. بعد از آن صداش بلند کرد که خیلی خونه کعبه از همون وقتی که بینا شدگی تا این روز در همه قدر سالها و عصرهای حسر دیده نفری که به 80
90% خفیفی یا خونه خدا رو زیارت کنه و باگشته برای دیده ندیده و نمیبینی تا این روز ندیده و بعد قدم نمیبینی. مقصد همین نعمت خدا فقط بر ما داده و سبب دعای پیامبر خدا که گفت برکتش عطا کنه. میگه از غیب عاطفه در گوش صدا داد که راست گفتی تا این روز ندیدم غیرتون و بعد تا قیامت نمیبینم. صحابه پیامبر رو به دعای پیامبر چنین برکت. انا همین انس بن مالک بیان میکنه که 10 سال هرگز دیگه سخن درشت پیامبر نشنیده و هرگز پیامبر کسی را حق آزار نداد و رسول خدا را حدیثی که برمیگردیم گفت مسلمان کسی است که از دستی و زبانی و کسی آزار نیاورد. آزار نیاورد انا همون شخص مسلمان است. و پیامبر و صحابه های رسول اکرم چنان فعل و اخلاق خوبی داشتن که با اخلاق خوبشون حتی بدین دیندار میشه. نه دعوت خطی بلکه اخلاق خوبی همون صحابه ها رو میدیدن. مسلمان بسیاری از دولت‌های مثل اندونزیا، مالزی، سینگاپور دیگر جاها هستند که و همه صحابه ها بعضش نرفته بودن، فقط تاجرای مسلمان رفته تجارت کرده بودن. از اخلاق خوبی همون تاجرها که دروغ نمیگفتن، خیانت نمیکردن، یگان به ترتیبی نداشتن، عمل صالح داشتن، اخلاق خوبی همون رو دیدن اونا مسلمان شدن. پس ما و شما هم بنده خدا هستیم و امتی همون سرور کائنات هستیم. همین اخلاق ما و شما باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق خوب وصف میکنه که نفری که اخلاق خوب دارد اخلاق حسنه دارد و نفر روز و با روزه میگذراند شب و نماز. انا همین نفری که اخلاق حسنه دارد مثل کسی در نزد خدا اجر و ثواب میگیرد که صائم النهار و قائم اللیل است. یعنی قائم اللیل شب تا روز نماز میخواند، صائم النهار روز تا نگاه و روزه میگذراند. و نفری که شب خواب میکند روز نخورد اما اخلاق خوب دارد درجه از او بالا است. با اخلاق خوب و عمل صالح ما باید که آدمایی که غیر ما مثلا ما را دیده اونها چیکار کنند عبرت بگیرند.